السلام علیکم. آقای عمر ابن خطاب نوشتن اسمشونو. میگن در کتاب اهل سنت و حتی صحیح بخاری تحریف شده و همچنین مشاجرات صحابه آیا صحیح هست؟ تحریف نه. این که میگن که در کتاب ها تحریف شده دروغ است. هیچ کس کتاب های اهل سنت را تحریف نکرده. منتها در زمان گذشته وقتی که کتاب ها رو چاپ میکردن طبعا چاپخانه ها نبود، نساخ بودن، کتاب اصل رو جلوش میذاشت، از روی اون مینوشت. گاهی اوقات شما یک نامه کوتاه بنویسید 2-3 صفحه، شاید در اون یکی 2 تا اشتباه املایی داشته باشه. گاهی اوقات در نسخ این نسخه ها اشتباهاتی صورت می گرفت، چه در ارقام چه در بعضی مطالب دیگه. یک نقطه پایین و بالا بشه در عربی همه معنا تغییر میکنه. حالا مثلا شما فکر کنید فیل، یک نقطه کنار فا گذاشته بشه ولو اشتباهی میشه قیل. قیل کجا و فیل کجا؟ اما اینکه کسی تحریف کرده باشه نه، این دروغ است، امکان تحریف نداره. اما در کتب شیعه هست. ما نشون دادیم بهتون در اصول کافی در باب تحریف قرآن کریم، کتاب هایی رو که جدیداً چاپ کردن، این کتاب ها رو اومدن تحریف کردن تا به شکلی یعنی فرار بکنن از قضیه تحریف قرآن. مثلا اینو ببینید، احمد جان نشون بدید. ان القرآن الذي جاء به جبرائیل علیه السلام الی محمد صلی الله علیه و سلم 17,000 آیه، 17,000 آیه بود. این در چاپ اصول کافی در جلد 6م، چاپش هم در ایران شده. اینم شناسنامه، کارت به اصطلاح کتابخانه ملی ایران، اینم شرح علامه مجلسی، همه اینجا هست. تشکر میکنم احمد جان. دقیقاً مدتی بعد از اینکه این مطالب افشا شد و در شبکه‌ها نشون دادن و اینا، اومدن چاپ جدیدی اینجا اینو تحریف کردن که عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان القرآن الذي جاء به جبرائیل الی محمد صلی الله علیه و سلم 7,000 آیه. 17,000 آیه رو 7,000 آیه کردن، یعنی 10,000 رو همینطوری حذف کردن از اینجا. آخونده دیگه، آخوند شطور رو بابارش قورت میده، این 10,000 آیه که براش چیزی نیست. در چاپای جدید این رو تحریف کردن و حتی من در تفاسیرشون، ما جالبه بدونید که نسخه هایی که ما داریم، قدیمی ترین نسخه هایی که از این اصول کافی، نسخه هایی که در کتابخانه وصال حق وجود داره، این موسوعه الکتب الاربع، در اینجا ببینید که در صفحه 657 ان القرآن الذي جاء به جبرائیل الی محمد صلی الله علیه و سلم 17,000 آیه، 17,000 آیه است. تشکر احمد جان. و همچنین چاپ دیگری وجود داره. این چاپ بیروت، دارالازوای بیروت چاپ کرده. الاصول من الکافی، محمد ابن یعقوب کلینی، جلد 2 صفحه 634، کتاب فضل قرآن، میگه که ان القرآن الذي جاء به جبرائیل الی محمد صلی الله علیه و سلم 17,000 آیه، 17,000 آیه است. و اینا اومدن این رو 10,000ش رو کاملا خوردن و اینطوری. حتی در قضیه ترجمه کتب عربی به فارسی، به خاطر اینکه یک چی بهتون بگم، یعنی یک آبرویی که ندارند، حالا یک آبرویی برای خودشون در نزد شیعیان، خاصا در نزد ملت ایران که در اونجا ترجمه فارسی کردن این کتاب ها رو خریده باشن، اومدن تحریف کردن، حتی خیانت کردن در ترجمه بعضی از تفاسیرشون. مثلا در تفسیر من قبلا نشون دادم، در تفسیر صافی از فیض کاشانی، ببینید این تفسیر صافی است، فیض کاشانی، صفحه 34. در اینجا ببینید و اما اعتقاد مشایخنا، اعتقاد علمای ما فی ذلک، در قضیه تحریف قرآن، فالظاهر من ثقة الاسلام محمد ابن یعقوب الکلینی انه کان یعتقد التحریف و النقصان فی القرآن. او اعتقاد به تحریف و نقصان در قرآن داشت، لانه روى روایات فی هذا المعنى فی کتاب الکافی، در کتاب کافی روایتی در این معنا آورده، ولم یتعرض لقدح فیها،
و یعنی این روایات را نقد نکرده. مع انه ذکر فی اول کتاب انه کان یثق بما رواه فی، در اول کتابش گفته که من روایت هایی که اینجا آوردم روایت های موثوق است، ثقه هستن این روایت ها، منتها ایشون این روایت ها را نقد نکرده. و همچنین استازش علی ابن ابراهیم قمی فین تفسیر مملوح منه وله غلو فی، تفسیر محمد ابن ابراهیم قمی یا تفسیر معروف به تفسیر قمی هم پر است از این مطالب و ایشان غلو هم دارن در این مطلب. دقیقاً همین مطلب رو الان میریم از ترجمه فارسی که اینا تحریف کردن و خیانت کردن رو در اینجا میاریم. تفسیر صافی از فیض کاشانی: اعتقاد مشایخ ما، اما عقاید مشایخ موافق تحریف ما در این باره به ترتیبی است که ذکر می شود. ثقة الاسلام محمد ابن یعقوب کلینی به وجود تحریف و نقصان باور دارد، چون روایاتی را در این باره در کتاب خود کافی نقل کرده و به نقد آنها پرداخته است. در اونجا گفته ولم یقدح فیها، در اونجا گفته یعنی این روایت ها را نقد نکرده، در اینجا میگه که و به نقد آنها پرداخته است. شبکه جهانی وصال حق به هر عالم شیعه یا به هر شیعه اثناعشری که یکی از نقدهای محمد ابن یعقوب کلینی رو در اصول کافی بر روایات تحریف قرآن و بر روایت 17000 آیه‌ای که هست، در اونجا میگه قرآن 17000 آیه است، یکی از این نقدهای آقای کلینی رو بیاره، ما حاضریم که هر چقدر که بخواد بهش جایزه بدیم. اما این تحریف و دروغ و خیانتی است که آخوندها انجام میدن و روایت را در این باب در کتاب خود کافی نقل کرده و به نقد آنها پرداخته است، با در نظر گرفتن این نکته که او در آغاز کتاب ذکر کرده که به مرویات خود اطمینان و اعتقاد دارد. نظر مرحوم قمی، استاد او مرحوم علی ابن ابراهیم ابن هاشم قمی نیست که تفسیرش مملو از این قبیل مسائل تحریف و نقصان است و تا حدودی هم در این باب. ببینید این کلمه و تا حدودی در اونجا در لفظ عربی گفته بود ولهو غلو فی، ایشون غلو داره در قضیه اعتقاد به تحریف قرآن، در اینجا میگه و تا حدودی هم در این باب غلو و مبالغه دارد و در داخل پرانتز نوشته بر این عقیده است. این خیانتی که اینها هم در الفاظ کردن، تحریف کردن الفاظ رو، و هم در ترجمه خیانت کردن. و من در اینجا یک نکته ای رو اشاره بکنم که مفکرین جهان اسلام، علمای جهان اسلام مانند یوسف قرضاوی و محمد قطب و سید قطب و عبدالقادر عوداوی، یعنی علمایی که یا مفکرین یا دعوتگرانی که کتاب‌های اینها در ایران ترجمه شده، ابوالعلا مودودی رحمه الله، اینایی که کتاباشون در ایران ترجمه شده توسط آخوندها، یقین داشته باشید، یقین 100% داشته باشید که در همه ترجمه ها اینا خیانت کردن. مثلا همین من کتاب قانون اساسی در اسلام رو تقریبا موقع اواخر ابتدایی بود، یعنی کلاس 5 بودم که قانون اساسی در اسلام رو محمد علی گرامی کتاب ابوالعلا مودودی رو ترجمه کرده بود. باورتون میشه که یعنی پاورقی که ایشون نوشته بود در این کتاب بیشتر از اصل متن کتاب بود. اصلا این کتاب یعنی ترجمه نبود، ردی بود بر کتاب قانون اساسی در اسلام از ابوالعلا مودودی. یا اینطوری است یا که خیانت میکنن، یا که در ترجمه خیانت میکنن و این عبادت است برای اینا. دروغ بستن، بهتان کردن به مخالفین که میدونید من قبلا دلایلشو نشون دادم، اینکه اعتقاد بر این داشته باشن که به اصطلاح مخالفینشون تهمت بزنن و دروغ ببندن، به اونا فحش و ناسزا بدن، این یکی از فضائل اعمال هست. یعنی در حقیقت داره عبادت میکنه. مثلا یک شیعی میاد اینجا زنگ میزنه به ما فحش میده، شما فکر نکنید که این آدم بدی است، نه بالعکس، این در مذهب شیعه یک انسان متدین، یک انسان متقی، یک انسان پرهیزگار، و این که داره به ما فحش میده در اینجا پشت خط تلفن، در حقیقت داره یک عبادتی رو انجام میده.